درود، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و امشب میپردازیم به قسمت 52 از شاهنامه فردوسی. خب خیلی خوشحالم که رسیدیم به قسمت 52 از شاهنامه فردوسی. قسمت جذابی هم هست. اگر پست قبلی نه از شاهنامه، پست قبلی که مربوط به قسمت اول خسرو و شیرین بود رو ندیده باشید، احتمالاً مطلع نیستید که من چرا عینک روی چشم دارم. پوزش میطلبم ازتون، ولی چشمم رو جراحی کردم، یه مقدار سختم، هنوز به نور حساسم. تحمل بفرمایید بنده رو. رسیدیم به قسمت 52 از شاهنامه فردوسی. اگر 51 قسمت ابتدایی رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید، به ویژه از قسمت 10 به بعد. اما خلاصه از قسمت 51. اگر خاطرتون باشه در قسمت 51 رسیدیم به این بخش از داستان که سام تصمیم گرفت پس از اینکه زال خیلی با عتاب و خطاب با پدرش سام صحبت کرد در رابطه با اینکه تو من قول داده بودی نباید بزنی زیر قولت، او هم تصمیم گرفت که یک نامه‌ای به منوچهرشاه بنویسه و مضمونش رو طوری بپردازه که بتونه منوچهرشاه رو نرم و راضی بکنه به ازدواج زال و رودابه. نویسنده رو پیش خوند، شروع کرد صحبت کردن، از جنگاوری‌های سخن گفت و به منوچهرشاه گفت از زمانی که من یادمه تو حتی تخت فرمانروایی سیستان رو هم به من دادی، ولی من تخت فرمانرواییم تختم در سیستان نبود، من تخت فرمانرواییم زین اسبم بود، چون از ابتدا به ساکن از زمانی که من یادم میاد روی اسب در حال تاخت و تاز و جنگ بودم برای ایران. راجع به یکی از جنگ‌های معروفش صحبت کرده بود در نامه که به واسطه همین جنگ بود که به سام لقب سام یک زخم رو داده بودن. راجع به اینا مفصل صحبت کردیم، مرورش نمی کنم. اما در انتهای نامه خاطر نشان کرده بود این موضوع رو که قد چون سرو من رو همین فلک داره مثل کمان خم میکنه. سن و سالی ازم گذشته و من دیگه نمیتونم مثل قدیم پهلوانی بکنم برات. و خب من بعد باید نوبت رو بدم به فرزندم زال که آدم شایسته هم هست. این فرزند شایسته هم از من فصیح تره و هم میتونه برای ایران زمین پهلوانی بکنه. در انتهای همین نامه هم ذکر میکنه همین فرزندی که من اکنون باید نوبت رو به او بدم از من یک خواسته داره و خواستش خیلی خواسته دور از ذهنی نیست، خیلی خواسته عجیب غریب و شومی نیست، ولی من همه چیز رو متوقف کردم تا موافقت شما رو جلب بکنم. نکردیم بیرای شاه بزرگ که بنده نباید که باشد سترگ. من فرمان بردار شما هستم و تا زمانی که موافقت شما رو جلب نکنم خواسته او رو عملی نمی کنم. اما درخواستم ازت اینه که درکش بکنی زال رو و این خواستش رو اجابت بکنی که به آرزوش برسه. زال اومده به من میگه اگر در آمل من رو به دار هم بکشی منطقی تر از اینه که آهنگ فتح کابل رو در سرت بپرونی، بخوای بری کل خانواده مهراب فرمانروای کابل که من عاشق دخترش رودابه هستم رو از دم تیغ بگذرونی. و خب منوچهرشاه این منطقی او مرغ پرورده است، او رو من در کوه رها کردم زمانی که به دنیا اومد و خب پس از چندین سال منطقیه وقتی بیاد بین ما آدمیان زندگی بکن دختری با این بر و رو ببینه دل از دست بده. نامه رو نوشتن سپردن به دست زال که زال خودش ببره این نامه رو به منوچهرشاه بده. از اونجایی که سام هم میدونست فرزندش زال بسیار فصیح هست در سخنوری. این خبر میرسه کابل به گوش مهراب. طبق معمول مهراب هم شمشیر رو از نیام میکشه بیرون و به سیندخت میگه تو و دخترتو سر بازار این دفعه میکشم مگر این اتفاق باعث بشه منوچهرشاه و سام بی خیال ما و کابل و فرمان روایمون بشن، چون من دیگه الان ترس جان دارم. که خب طبق معمول سیندخت هم زن باهوش و خردی بود، به اون میگه که صبر کن، این شب ممکنه سیاه به نظر برسه ولی آبستن حوادث متعددی است و زمانی که خورشید بیاد بیرون کابل رو مثل نگین بدخشان روشن خواهد کرد. قرار نیست این دارایی رو تا انتها همین گونه نگه داری و جانت رو به خطر بندازی. بسپرش دست من. به گنجور بگو درب گنج و خزانه شاهی رو باز بکنه و من هر چی رو که صلاح میدونم به عنوان هدیه ببرم بسپرم به سام. و خب 2 صف از چارپایان و فیل بر فیلها سوار پر از هدایا و زر و گوهر و خدمتکار و خدمتگزار فراهم میکنه، آماده میکنه، صف میکشن برای اینکه اینها رو ببره تقدیم به سام بکنه. و اما قسمت 52. اسپانسر این پست شرکت فیوتکه. این شرکت در سال 1988 توسط آقای جواد مخبری در کالیفرنیای جنوبی تأسیس شد
که عرصه فعالیت گسترده‌ای داره، از تولید سنسور، لود سل، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، مکانیزم‌های رباتیک گرفته تا مشارکت در پروژه‌های پرپیچ و خم مهندسی پزشکی. از مهمترین پروژه‌های ناسا که فیوتک در اون نقش تعیین کننده‌ای داشته، میتونم مریخ نورد کیوریوسیتی و یا حتی شاتل فضایی دیسکاوری رو بهتون معرفی کنم که این فعالیت‌ها به ما نوید درک بهتر از جهان هستی رو میده. برای آشنایی بیشتر با فیوتک میتونید به وبسایت یا لینکدین فیوتک که لینکش رو در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. اگه خاطرتون باشه در قسمت قبل، قسمت 52 تا بیت 1162 خونده بودیم. میرسیم به بیت 1163. هدایا آماده است، سیندخت هم آماده حرکت به سمت سیستان. چو شد ساخته کار خود برنشست، چو گردی به کردار آذرگوش اسب. بیامد گرازان به درگاه سام، نه آواز داد و نه برگفت نام. به کاراگهان گفت تا ناگهان، بگویند با سرفراز مهان که آمد فرستاده کابلی. به نزد سپهبد یل زابلی. ز مهراب گرد آوریده پیام، به نزد سپهبد جهانگیر سام. زمانی که همه این کارها رو انجام داد، هدایا رو آماده کرد، سیندخت سوار بر اسب شد و همچون پهلوان به تندی آتش جهنده آتشگاه آذرگوشسپ تاخت. من راجع به آذرگوشسپ قبلا هم صحبت کردم. به کردار آذرگوشسپ نام آتشکده‌ای بود در آذربایجان و در لغت به معنای آتش تند این آتشگاه بود. میخواد بگه به همین سرعت راهی شد، وقت رو تلف نکرد. با آداب و ادب و نرم و بیشتاب وارد کاخ سام شد. نه ورودش رو خبر داد، اطلاع داد، نه نامش رو گفت و بر سر زبان ها انداخت. بیامد گرازان به درگاه سام، یعنی با آداب و نرم وارد کاخ سام شد. به دربونها گفت که بیدرنگ به سام سرور بزرگان و بلند پایگان برند بگن که فرستاده ای از کابل به نزد سردار دلاور زابل یا همون فرمانروای سیستان سام اومده. از کجا پیام آورده؟ از مهراب دلاور به سام سپهسالار جهانگشای منوچهرشاه پیام آورده. این جهانگیر یعنی جهانگیرنده، فتح کننده، جهانگشا. در بیت 1168 ادامه در رو براش باز میکنن. بیامد بر سام یل پردهدار، به گفت و بفرمود تا داد بار. فرود آمد از اسب سیندخت و رفت، به پیش سپهبد خرامید تفت. زمین را ببوسید و کرد آفرین، بر شاه و بر پهلوان زمین. نثار و پرستنده و اسب و پیل، رده برکشیده ز در تا 2 میل. یکایک همه پیش سام آورید، سر پهلوان خیره شد کان بدید. پردهدار نزد سام دلاور میره و پیام رو میده. میگه خانومی از کابل اومده، میگه من پیام از مهراب برای شما آوردم، ما هم نمیدونیم کیه. و خب سام اجازه ورود میده. سیندخت هم از اسب میاد پایین و به آهستگی و وقار و رعایت تشریفات باریافتن از فرمانروا با یک رفتار برازنده و خوش میره به نزد سام. به پیش سپهبد خرامید تفت. تفت یعنی چابک، به شتاب، تند و تیز. در اینجا معنای قیدی هست، یعنی خوش رفتار، با رفتاری زیبا و برازنده بار یافتن. از اسب پیاده میشه، میره خدمت سام. زمین رو به نشونه بزرگداشت و احترام میبوسه و منوچهرشاه و سام پهلوان رو درود میگه و ستایش میکنه. و بر شاه و بر پهلوان زمین، اون شاه میشه منوچهرشاه، پهلوان زمین هم اینجا سام هست. نثار و پرستنده و اسب و پیل رو هم تقدیم میکنه. پیشکش و خدمتکار و اسب و فیل ها رو که از درگاه سام تا 2 میل صف بسته بودن رو تقدیم میکنه. میل رو قبلا هم فکر میکنم صحبت کردم، واحد مسافت هست دیگه، معادل 1000 گام، حدوداً نزدیک به 1 کیلومتر. یکایک همه پیش سام آورید، سر پهلوان خیره شد. اینا همه رو تقدیم سام کرد و خب خیلی عجیب و غریب تمام دارایی کابل رو با خودش بار کرده بود، آورده بود و سام که اینا رو دید یه لحظه شگفت زده شد که اصلا ماجرا از چه قراره. در بیت 1173 ادامه میده. سام هم شگفت زده میشه و هم پراندیشه میشه، یعنی ذهنش درگیر میشه. پراندیشه بنشست بر سان مست، به کش کرده دست و سرفکنده پست.
که جایی کجا مایه چندین بود. آخه فرستادن زن چه آیین بود. گر این خواسته زو پذیرم همه، ز من گردد آزرده شاه رمه. وگر باز گردانم از پیش زال، برآرد به کردار سیمرغ بال. من عجب گیری کردم. یعنی از لحظه‌ای که ما وارد داستان سام شدیم میبینیم که این بنده خدا تو دوراهیه و دائما باید تصمیمات سخت بگیره. سام این صحنه رو میبینه که به این عظمت براش هدایا آوردن از کابل. مثل آدم گیج و گنگ و حیرت زده نشست، دستا رو بغل کرد، سرش هم انداخت پایین. معمولا اینجوری فکر میکنیم و داشت به خودش فکر میکرد که جایی که مایه چندین بود، مایه اینجا یعنی قدر و منزلت و مرتبه، بالاخره بارگاه فرمانروای سیستانه. داشت به خودش فکر میکرد این چه مدل رسم و آیینیه که شما زن رو به عنوان پیک بفرستی به جایی که اینقدر پرقدر و منزلته. به یه همچین وضعیتی شما کی زن رو به عنوان پیک میفرسته؟ من سر در نمیارم. حالا که این هدایا رو ازش بپذیرم که خب منوچهر به خاطر اینکه من پیشکش از بازماندگان ضحاک پذیرفتم از من ناراحت میشه. در این خواسته زو پذیرم همه، ز من گردد آزرده شاه رمه. رمه یعنی اینجا گروه مردم، شاه رمه هم میشه شهریار مردم دیگه. مراد اینجا منوچهر یعنی بپذیرم. خب منوچهر اون موقع از من ناراحت میشه، تو چرا کادو و پیشکش نوادگان ضحاک رو پذیرفتی؟ اسیر مسیر دوم هم میشم. اگه من این هدایا رو از پیش خودم همین شکلی برگردونم و رد بکنم، زال مثل سیمرغ پر در میاره، شتابان به اعتراض از راه میرسه. من چه باید بکنم؟ برآورد سر گفت که این خواسته، غلامان و پیران آراسته. سرشو بلند کرد یا گفتیم گنج و غلام ها و فیل های آراسته که تا 2 کیلومتر همینجوری صف کشیدن دم بارگاه من در بیت 1178 شوید و به گنجور دستان دهید، به نام مه کابلستان دهید. برید به نام رودابه این پیشکشی ها رو، رودابه ماهروی کابلستان، همه رو بدید به خزانه‌دار زال. اینجا نگه ندارید. پری روی سیندخت در پیش سام، زبان کرد گویا و دل شادکام. بالاخره این هدایا پذیرفته شده و سیندخت یه مقداری خیالش راحت میشه. سیندخت پریچهره میگه در برابر سام یه لحظه خیالش که راحت شد لب به سخن گشود و خب به پیشبرد نقشش دلشو خوش کرد و امید به سمت نقشه شومی هم نیست. میخواست این ازدواج که برای کابلی ها هم منفعت داره، یعنی سود سیاسی داشت، چون کابل و مهراب دائما نگران این بود که یه روزی زال، سام یا منوچهر حمله ور بشن از سیستان به سمت کابل و بخوان کابل رو فتح بکنن. به همین دلیل خراج گذار بود. الان اگر این وصلت رخ میداد دیگه خیالش از فرمانروایی کابل راحت میشد. چون آن هدیه ها را پذیرفته دید، رسیده بهی و بدی رفته دید. 3 بت روی با او به یک جا بودند، سمن پیکر و سرو بالا بودند. گرفته یکی جام هر یک ز زر، پر از سرخ یاقوت و در و گوهر. داره میگه سیندخت وقتی این هدایا رو دیگه پذیرفته شده دید، براش مهم نبود که حالا داره میگه به گنجور سام بسپره یا به گنجور زال بسپره، فرقی نمیکنه. مسئله اینه که سیستان این هدایا رو پذیرفته و خیالش راحت شد. دریافت که این خیر و خوبی رو کرده، بلا و بدی سپری شده. بهی اینجا منظور نیکویی و خیر و خوبی است، خوشی است. به همین دلیل 3 کنیز زیباروی نازک‌اندام هم همراهش بودن، بلند پیکر هم بودن و خب هر یکی هم جام از طلا پر از یاقوت سرخ و مروارید و انواع جواهر در دست داشتن. در بیت 1183 به پیش سپهبد فرو ریختند، همه یک به دیگر برآمیختند. همه این جواهرات که در جام ها بود و با هم برآمیختند و بر سر و صورت سام پاشیدند. چو با پهلوان کار بر ساختند، ز بیگانه خانه بپرداختند. وقتی این تشریفات برای سپاسگزاری از سام در حضور سام انجام شد، بارگاه رو از بیگانه خالی کردن که دوتایی بتونن با هم صحبت کنن. مکالمات جذاب. چون این گفت سیندخت با پهلوان، که با رای تو پیر گردد جوان. بزرگان ز تو دانش آموختند، به تو تیرگی ها بیفروختند. به مهر تو شد بسته دست بدی، به گرزت گشاده ره ایزدی.
سیندخت صحبت‌ها رو شروع میکنه. میدونیم هم که خوش کلام هست، میدونیم هم که زن با خرد و صبوری است. سیندخت به سام گفت که با خرد و اندیشه تو پیری و پژمردگی میتونه به جوانی و شادابی بدل بشه. بزرگان ز تو دانش آموختن، بزرگان دانایی و خردمندی رو از تو فرا گرفتن و به یاری تو تیرگی های نادانی رو به روشنی بخشیدن. بیت رو دقت بکنید. بزرگان ز تو دانش آموختن، به تو تیرگی ها بیافروختند. یعنی تیرگی نادانی رو به روشنی بدل کردن. به مهر تو شد بسته دست بدی، با مهر و مروت تو بدکاری و ستم به پایان رسید. به گرزت گشاده ره ایزدی، با ضربه گرز تو راه ایزدی بر مردم گشوده و باز شد. من انتظار ندارم بی انصافی کنی به مردم کابل. در بیت 1188 ادامه میده. گناهکار اگر بود مهراب بود، ز خون دلش مژه سیراب بود. سر بیگناهان کابل چه کرد، کجا اندر آورد باید بگرد. اگه کسی گناهکار باشه مهرابه، که اکنون دیده او از فرط اندوه پر و آکنده از اشک خونینه. مردم بیگناه کابل چرا چیکار کردن که باید نابودشون کنی؟ چرا میخوای بیای از رو کابل رد شی؟ همه شهر زنده به رای تو اند، پرستنده خاک پای تو اند. همه مردم کابل به فرمان تو زندن، ستایشگر تو اند، در برابر تو کوچک و ضعیف و ناتوانند. از آن ترس کوهوش و زور آفرید، درخشنده ناهید و هور آفرید. نیاید چون این کارش از تو پسند، میان را به خون برهمن مبند. میگه از اون کسی که خرد و نیرو و ناهید و خورشید درخشان را آفریده، از یزدان باید بترس. این کار درستی نیست، ظلم بی انصافیه. هر کاری میخوای بیای بری با مهراب بکنی بکن، ولی مردم کابل نه، با کابل نجنگ. همون یزدانی که میگن باید ازش ترسید، چون خرد و نیرو و ناهید و خورشید رو او آفریده، به کشتار پیروان کیش هندو اگر تو کمر ببندی، من فکر نمی کنم یزدان این کار تو رو بپسنده. برهمن پیشوای دین هندو هست و خب کابلی ها اون زمان برهمن بود. سام پاسخ میده در بیت 1193. بدو سام یل گفت با من، بگوی هر آنچت بپرسم بهانه مجوی. تو مهراب را کهتری یا همال، مران دخت او را کجا دید زال. سام بهش میگه بدون اینکه عذر و بهونه واسه من بیاری، هر چی ازت میپرسم و شفاف به من پاسخ میدی. کهتر اینجا صفت تفضیلیه، یعنی فرودست، زیردست. همال هم یعنی مساوی در مقام یا قدرت، هم رتبه یا همشن یا همسر. تو مهراب را کهتری یا همال، مران دخت او را کجا دید زال. به من بگو اول تو کی؟ نسبتت با مهراب چی؟ همینجوری اومد این هدایا رو آوردی، منم گفتم بسپرم به گنجور زال، نپرسیدم مثلا شما کی هستی که این هدایا رو آوردی. به من بگو تو فرودست مهرابی یا هم رتبه‌شی، همسر مهراب هستی. سوال بعدی اینه که زال اون دختر مهراب کجا دیده اصلا؟ به روی و به موی و به خوی و خرد به من گوی، تا با کی اندر خورد. بگو چهره و موی و رفتار و دانش خرد این دختر رودابه برازنده همسری و شایسته همسری با چه کسی؟ به زال ما میخوره یا نه عملا؟ زبالا و دیدار و فرهنگ اوی، برانسان که دیدی یکایک بگوی. قد و قامت و چهره و دانش این دختر رو تو دیدی دیگه، حالا یا کهتری یا همال، یا فرودستر از مهراب هستی یا همسر او هستی. به هر دلیل میدونی الان دیگه میفهمم برای چی اومدی اینجا، ماجرا چیه. فهمیدی که منوچهرشاه به من دستور داده بیام به کابل حمله کنم. چرا؟ به خاطر اینکه زال عاشق رودابه شده، پس این وسط نقطه این پرگار رودابه است، پس تو دیدیش. به من بگو قامت و چهره و دانش او رو چگونه دیدی؟ همه رو یک به یک برای من میگی. بدو گفت سیندخت کی پهلوان، سر پهلوانان و پشت گوان. سیندخت برمیگرده به سام میگه ای پهلوان بزرگ دلاوران و پناه جنگ جویان. گو جنگ جو هست. 1198 ادامه. یکی سخت پیمانت خواهم نخست. کلن از همه هم پیمان میگیره که باش کاری نداشته باشن، نه با اون نه با رودابه. یکی سخت پیمانت خواهم نخست، که لرزان شود زو بر و بوم و رست.
که از تو نیاید به جانم گزند. نه آن کس که بر من بود ارجمند. مرا کاخ و ایوان آباد هست، همان گنج و خیشان و بنیاد هست. چو ایمن شوم هرچه گفتی بگوی، بگویم بجویم بدین آبروی. نهفته همه گنج کابلستان، بکوشم رسانم به زابلستان. سیندخت هم رو میکنه به سام، میگه اول یه پیمانی بس محکم و استوار شما با بنده ببند، اونقدر محکم که از شدت و سختیش مرز و بوم به لرزه در بیاد. رست کشور و مرز و بوم هست. یکی سخت پیمانت خواهم نخست، که لرزان شود زو، یعنی از او بر و بوم و رست. من پیمان اینقدر سخت ازت میخوام که چی؟ که بنابر اون از تو بر من و کسانی که برایم عزیز و دوست و گرامی هستن آسیبی نرسه. من الان اینجا اومدم با حسن نیت اومدم، برات هدیه آوردم و ازت پیمان میخوام که به من آسیب نرسونی، به عزیزان منم آسیب نرسونی. پس از اون چو ایمن شوم هر چه گفتی بگوی، بگویم بجویم بدین آبروی. اگر این عهد و پیمان رو با من ببندی، من هر اون چه ازم خواستی بگم رو خواهم گفت و با گفتنش اتفاقا اعتبار و عزت به دست میارم. افتخار هم میکنم، به خودم هم میبالم از اینکه پاسخ میدم به سوالی. و نهفته همه گنج کابلستان، بکوشم رسانم به زابلستان. اگر امان بدی به من میکوشم تا همه گنجینه های پوشیده و پنهان سرزمین کابل رو هم به گنجخانه فرمانروای زابل برسونم و ملحق بکنم. سام هم پهلوانه، به کسی که پناه آورده و ازش درخواست داره آسیب نمیرسونه. در بیت 1203 ادامه میده. گرفت آن زمان سام دستش به دست، همان عهد و سوگند و پیمان ببست. سام هم دست او رو در دست گرفت و همون سوگندی رو که سیندخت خواسته بود یاد کرد، همون عهد و پیمان رو باش بست. چو بشنید سیندخت سوگند اوی، همان راست گفتار و پیوند اوی. زمین را ببوسید و بر پای خواست، بگفتانچ اندر نهان بود راست. وقتی سیندخت هم سوگند او و اون سخن راست و درست و پیمان صادقانه سام رو شنید، زمین رو بوسید و بلند شد ایستاد و اون چیزی رو که پنهان کرده بود به راستی و صادقانه حکایت کرد که اصلا او همسر مهراب هست پوشد اومده اینجا. که من خیش ضحاکم ای پهلوان، زن گرد مهراب روشن روان. بله، من خویشاوند ضحاکم، همسر گرد مهراب هستم، همسر مهراب دلاور دانا هستم. همان مام رودابه ماه روی، که دستان همی جان فشاند بروی. من مادر رودابم، مادر رودابه‌ای که به زیبارویی مشهوره، که زال واسش جون میده. در بیت 1208 ادامه میده. همه دودمان پیش یزدان پاک، شب تیره تا برکشد روز چاک. همی بر تو برخواندیم آفرین، همان بر جهاندار شاه زمین. میگه همه خاندان ما از شب تا هنگامی که سپیده سر بزنه در برابر ایزد پاک تو و همچنین فرمانروای تدبیرگر تو شاه جهان منوچهر رو دعا و درود میگیم. چاک برکشیدن اینجا یعنی دریدن و شکافتن. میگه همه دودمان پیش یزدان پاک، همه دودمان ما در مقابل ایزد، شب تیره تا برکشد روز چاک، یعنی تا روز عرصه شب رو بدره، همش دعاگوی تو و منوچهر شاه هستی. کنون آمدم تا هوای تو چیست، ز کابل تو را دشمن و دوست کیست. من خودم رو به خطر انداختم، پا شدم اومدم اینجا که بدونم مثلا خواست و اراده خود تو چیه در این رابطه. دوست و دشمن تو در کابل کیه؟ تو خودت تحلیلت از کابل چیه؟ تا الان که داشتیم خراج باج و خراج میدادیم، مشکلی نداشتیم با. اگر ما گناهکار و بدگوهریم، بدین پادشاهی نه اندر خریم. من اینک به پیش تو هم مستمند، بکش کشتنی را و بندی ببند. میگه اگه ما گناهکار هستیم، اگه تو ما رو ناپاک نژاد میدونی و شایسته فرمان روایی کابل نیستیم، بدگوهر اینجا نانجیب و فرومایه هست. نه اندر خور هم هست که من نه اندر خر خوندم، به خاطر گوهر هماوایی بود. یا اگه تو ما رو گناهکار میدونی، ما رو ناپاک دین میدونی، شایسته فرمان روایی کابل نمیدونی، تا الان هیچی به ما نگفتی. ما که داشتیم باج و خراجمون رو میدیدیم، هیچ مشکلی هم با هم نداشتیم، ولی عیبی نداره. من اینک به پیش تو هم مستمند، بکش کشتنی را و بندی ببند.
من که الان دردمندانه اومدم روبروی تو ایستادم. اگه سزاوار کشتنم بکش، اگه لایق بستنم به زندان میانداز، من رو ببند و به زندان بنداز. بندی یعنی لایق و سزاوار به بند کشیده شده. ولی در بیت 1213 دل بی گناهان کابل مسوز، که بس تیر روز اندر آید به روز. چه کاریه؟ اگه با ما هر کاری داری بکن، باش، به کابل حمله نکن. مردمان کابل رو میازار. انسان‌های ضعیف و نگونبختی هستن که تو میتونی با چشم پوشی از حمله به اونجا عوض بکنی و بدل بکنی به خوشبختی و اونها هم میتونن به قدرت برسن اگر این ازدواج رخ بده. کم کم کابل هم از جاش بلند میشه که بس تیر روز اندر آید به روز. شبشون رو روز میتونی بکن. سخنها چو بشنید از او پهلوان، زنی دید با رای و روشن روان. به رخ چون بهار و به بالا چو سرو، میانش چو غرو و برفتن تذرو. چون این داد پاسخ که پیمان من، درست است اگر نگسلد جان من. سخنها رو که شنید سام گوش داد به گفته های سیندخت. او رو زن خردمند و آگاهی یافت تو ذهن خودش. به رخ چون بهار و به بالا چو سرو. غرو هم به نایی میگن که داخلش خالیه دیگه، نای میان تویی هست. پس میان چو غرو بودن یعنی زنی که کمرش باریکه. میگه چهرش رو زیبا دید مثل بهار، زیبا و پرتراوت دید. پیکرش رو بلند چون سرو دید، کمرش رو باریک چون نی دید و رفتارش رو هم خوش میدید مثل تذرو یا غرقا بود. بهش پاسخ داد تا وقتی من زنده باشم پیمان من سخت و استواره. اون جان گسلیدن یا گسلیدن کنایه از جدا شدن جان از تن دیگه، مردن. چون این داد پاسخ که پیمان من درست است اگر نگسلد جان من سر عهد و پیمانم هستم، من اینکه بمیرم که این عهد و پیمان از بین بره. تو با کابل و هر که پیوند توست، بمانید شادان دل و تندرست. کاری دیگه ندارم، من چشم پوشی کردم از حمله به کابل. تو و کابل و خویشاوندانت شادمان و سلامت به سر ببرید و زندگیتون رو بکنید. در بیت 1218 هم ادامه میده. بدین نیز همداستانم که زال، ز گیتی چو رودابه خواهد همان. منم با این موافقم که زال در جهان خواهان همسری مثل رودابه باشه. او هم شنیده بود که رودابه زیباروست. شما گرچه از گوهر دیگرید، همان تاج و اورنگ را در خرید. چون این است گیتی و زین ننگ نیست، با کردگار جهان جنگ نیست. یکی بر فراز و یکی در نشیب، یکی با فزونی یکی با نهیب. یکی از فزایش دل آراسته، ز کمی دل دیگری کاسته. رسم و نهاد زندگی این گونه است. چون این است گیتی و زین ننگ نیست. اصلا اساس جهان این گونه است و از تن دادن به اون آدمی نباید شرم و عار داشته باشه. و آفریدگار گیتی هم برای اینکه جهان رو این گونه خلق کرده و مردمان و طبقات و اقوام دیگرگون هستن، طبقات اجتماعی با هم فرق میکنه. من کیم که بخوام ستیزه‌ای داشته باشم؟ یکی بر فراز و یکی در نشیب دیگه. نشیب یعنی سرازیری و پستی. بدبختی هم معنی میده اینجا. نهیب هم آسیب و گزند و ترس و هراس. میگه یکی جایگاهش و پایگاهش بلنده، دیگری در نشیب زندگی میکنه، کهتره و فروتره و فرودسته. یکی با فزونی یکی با نهیب، یکی در بسیاری و فراوانی و آسایش زندگی میکنه، دیگری آسیب پذیره و با ترس از آسیب زندگی میکنه. یکی از فزایش دل آراسته، ز کمی دل دیگری کاسته. من کاریش نمیتونم بکنم. فزایش اینجا اسم مصدر هست، مجازاً فراوانی مال و دارایی هست. دل کاستن هم کنایه از اندوهگین شدن است. میگه یکی رو فراوانی مال و داراییش خوشحال میکنه، یکی دیگه از نداری دلگیر و اندوهگینه. و خب من کیم که بخوام قضاوتی در این رابطه داشته باشم؟ اما در بیت 1223 ادامه میده. سرانجام هر دو به خاک اندر است، که هر گوهری کشته گوهر است. بسیار زیباست. میگه فرقی نداره این دو دسته‌ای که الان بهت گفتم، یزدان به صلاحدید خودش اینگونه شکلشون داده، چجوری زندگی میکنن. سرانجام هر دو دسته این آدمیان در خاک گور دفن شدنه و وقتی دفن میشن عملا دارن کاشته میشن در خاک. چون هر نژاد و تباری کاشته نژاد و تبار خودشه. هر نژادی داره میگه مثل بذر و دانه‌ای که در خاک فرو میره و دوباره از اون سر برمیاره، نژادش رو تداوم میده.
یکی نامه با لابه و دردمند نوشتم به نزدیک شاه بلند. به نزد منوچهر شد زال زر، چنان شد که گفتی برآورد پر. داره به سیندخت میگه که خیالش رو راحت بکن. میگه من کاری که دستم برمیاد، من نمیتونم خلاف فرمان منوچهر شاه کاری بکنم. به زال همین رو گفته بود تلویحاً که اگه منوچهر شاه رو راضی بکنیم میتونی به خواستت برسی و من تلاشم رو میکنم که منوچهر شاه رو راضی بکنم، چون من یکی از شهیرترین پهلوانان منوچهر شاه هستم و هر آنچه میتونستم تا امروز براش کردم. بنابراین زورم رو میزنم. اما اگر منوچهر شاه راضی نشه، من آدم مخالفت با شاه هم نیستم. من کاری نمیکنم. الان داره به سیندخت هم همین رو میگه من با لابه و با دردمندی یک نامه نوشتم به سمت منوچهر شاه، هم روانش کردم، سپردمشم به دست زال که هر چی از دستم برمیاد در این رابطه بکنم. به نزد منوچهر شد زال زر، نامه رو سپردم به خود زال که ببره به منوچهر بده و چنان شد که گفتی برآورد پر از خوشحالی. یه جوری بلند شد نشست روی اسبش و رفت که انگار به پرواز در اومده بود. به زین اندر آمد که زین را ندید، همان نعل اسبش زمین را ندید. تصویر پردازی رو شما دقت بفرمایید. میگه چنان این اسب تاخت که نعلش به زمین نمیرسید، رو هوا داشت میرفت دیگه. چنان به تندی و چابکی خودش بر زین نشست که زال وقتی نشست روی زین، تنش زین رو در زیر خودش حس نکرد که هیچی، نعل اسبش هم از شدت تیزتک بودن زمین رو حس نمیکرد. بر این زال را شاه پاسخ دهد، چو خندان شود رای فرخ نهد. خود سام هم میدونه چه کرده. میگه با این نامه من مطمئنم که شاه به درخواست زال پاسخ مثبت میده. وقتی شاه اصلا علت نامه من و حضور یافتن زال به بارگاهش رو بفهمه، احتمالاً اصلا خندش بگیره. اندیشه نیک میکنه، فرمان نیکی هم میده. نگران من نیستم، تو هم نگران نباش سیندخت. در بیت 1228 ادامه میده که پرورده مرغ بیدل شده است، ز آب مژه پای در گل شده است. عروس سر به مهرندرون همچنوست، سزد گر برآیند هر دو ز پوست. میگه نامه رو من این گونه نوشتم که احتمالاً خب این مایه شعف منوچهر شاه هم میشه که این پرورده مرغ دلشو داده دیگه. از این پرورش یافته سیمرغ انتظار دیگه ای نباید میداشتی. شیدا و عاشق شده و درد عشقش آنقدر عمیقه که چنان گریسته و اشک بر زمین ریخته که خاک زیر پاش تبدیل به گل شده. این پای در گل شدن اغراق‌آمیزه، از گریستن بسیار و گل شدن خاک زیر پای عاشق ایهام هم داره در معنای کنایی درمانده شدن، کسی که پاش تو گل گیر کرده. اگه عروس هم در شدت عشق مثل زاله، عروس سر به مهرندرون همچنوست، سزد گر برآیند هر دو ز پوست. از پوست برآمدن هم یعنی همون در پوست نگنجیدن، کنایه از به شدت شادمان و مسرور شدن. میگه اگر رودابه هم مانند زال هست حال و اوضاعش، سزاوار اگر از شادمانی این عشق در پوست خودشون هم نگنجن. یکی روی آن بچه اژدها مرا نیز بنمای و بستان. با کوبیدی از کابل اومدی تا سیستان، 2 میل 2 کیلومتر هم برای من پیشکش و هدیه آوردی. حداقل بگو عروس من چه شکلیه. این بچه من زال بلند شده رفته اونجا، اولی رو که دیده خواسته برگشته، اومده گریه و زاری کنم به من داره میگه من عاشق این شدم. بگو چه شکلیه، روشو به من نشون بده، بهاشم هر چی از پاداشش خیالی نیست پرداخت میکنم. روی این اژدها بچه رو به من نشون بده. اژدها بچه از این منظر استعاره از رودابه است که خب او پیوند و خویشی با ضحاک داشت که بهش اژدها یا اژدها میگفت. سیندخت هم پاسخ جذاب میده. بدو گفت سیندخت اگر پهلوان، کند بنده را شاد و روشن روان. چماند به کاخ من اندر سمند، سرم بر شود بر سپهر بلند. چرا من برای شما تعریف کنم؟ قدم رنجه بفرمایید تشریف بیارید تو کاخ بنده، خودتون ببینیدش. سیندخت گفت اگه پهلوان منو شاد و مسرور کنه، چماند به کاخ من اندر سمند. سمند اسبش، چمانیدن همینجا میگه اگه اسبشو خوش و خرم و گردش کنان به سمت کاخ من روانه کنه، اگه بیای به کاخ من، مایه افتخار منه، چنان که من سرم رو بر میافرازم به بلندای آسمان. در بیت 1233 ادامه میده. به کابل چون شهریار آوریم، همه پیش او جان نثار آوریم. اگه چون این شاهی رو ما بتونیم به کابل بکشیم، جلب و متمایل بکنیم، همه در برابرش جان فدا میکنیم. این حرفا چیه؟ لب سام سیندخت
پرخنده دید، همه بیخ کین از دلش کنده دید. سیندخت هم سام رو که خندان دید، خود سیندخت غرق شادی شده بود، چون تونسته بود به هدفش برسه و موافقت سام رو جلب بکنه و این موافقت جلب کردن بسیار بیش از اون گنج هایی که از دست داده بودن میارزید، چون من بعد کابل در آسایش فرو میرفت و کابل میتونست رشد بکنه. سیندخت سام رو که میدید لبخند روی لبشه و دلش میخواد که روی رودابه رو ببینه، متوجه شد که نه، دیگه تونسته بالاخره ریشه دشمنی و کینه رو از دل سام بکنه. نوندی دلاور به کردار باد، برافکند و مهراب را مژده داد. که از اندیشه بد مکن یاد هیچ، دلت شاد کن کار مهمان بسیج. خاک بر اون سرت کنن که همش میترسی تو. یک پیک بیباک رو به مانند باد تند رو روانه کرد که به مهراب مژده بده که اینقدر ترس جونت این شمشیر رو بر نکش بخوای منو رودابه رو بکشی، نزدیکان تو از بین ببری. مسئله رو حل کردم، اندیشه بد به دلت راه نده، اینقدر نترس، دلتو شاد بکن، واسه پذیرایی از مهمون بزرگمون آماده شو. من اینک پس نامه اندر دمان، بیایم نجویم به رهبر زمان. من بدون اینکه درنگ بکنم وقت رو تلف نمی کنم، در پس این نامه خودم هم شتابان برمیگردم، آماده بشیم برای اینکه سام رو دعوت بکنیم. در بیت 1238 ادامه میده. دوم روز چون چشمه آفتاب، بجنبید و بیدار شد سر ز خواب. گرانمایه سیندخت بنهاد روی، به درگاه سالار دیهیم جوی. روز دوم که چشمه خورشید از دل این سیاهی شب شروع کرد جنبیدن و بردمیدن، مردم از خواب بیدار شدن، سیندخت گرانمایه به کاخ سام پهلوان هوادار نهاد پادشاهی ایران روانه شد. چرا میگم دیهیم جوی میشه هواخواه پادشاهی؟ قبلا صحبت کردم هوادار نهاد شاهی کسی که هر کاری برای پادشاه میکرد رو بهش میگفتن دیهیم جوی، ولی کسی که به دنبال قدرت طلبی بود و دلش میخواست در اون جایگاه قرار بگیرن میگفتن دیهیم خواه. قبلا صحبت کردیم. روز دوم فردا صبحش دوباره رفت پیش سام. روارو برآمد ز درگاه سام، مه بانوان خواندندش به نام. روارو آمد و شد بسیار مردم در شیون و شادیه. این هم مه بانوان نخونید، مه درسته، یعنی بزرگ بانوان، سرور بانوان. سیندخت که رسید فردا صبحش دوباره به درگاه سام، از کاخ سام بانگ اعلام ورود سیندخت بلند شد و سیندخت رو به نام سرور زنان به بارگاه سام فرا خوندن و دعوت کردن. بیامد بر سام و بردش نماز، سخن گفت با او زمانی دراز. به دستوری بازگشتن به جای شدن، شادمان پیش کابل خدای. نزد سام اومد، بهش ادای احترام کردین، نماز بردن، تکریم کردن و ادای احترام کردن. مدت درازی هم مجددا با سام صحبت کرد درباره اجازه بازگشتن به کابل و شادمانه به نزد مهراب رفتن. یعنی اینقدر آداب رو رعایت میکرد که اومد هدایا رو داد، نامه رو هم فرستاد به سمت کابل و مهراب که بهش خبر بده، ولی سرخود نرفت، وایساد دوباره فردا صبح بشه، وارد بارگاه سام شد و از او اجازه گرفت که بتونه برگرده. دستوری اینجا اجازه، اذن و رخصت هست. در بیت 1243 ادامه میده. برای چی داره این گونه هم توضیح میده که اجازه میخوام که برگردم، دگر ساختن کار مهمان نو، نمودن به داماد پیمان نو. من درباره تهیه و تدارک پذیرایی از میهمانان نو که به زودی از سمت سام به کابل میان هم برم آماده سازی بکنم، آماده بشم برای بستن عهد و پیمان نو خویشاوندی با زال داماد آیندش. همه اینها رو باهاش صحبت کرد با سام. ورا سام یل گفت برگرد و رو، بگویانچ دیدی به مهراب گو. سزاوار او خلعت آراستند، ز گنج آنچ پرمایه تر خواستند. به کابل دگر سام را هرچ بود، ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود. دگر چار پایان دوشیدنی، ز گستردنی هم ز پوشیدنی. سام برمیگرده بهش میگه برگرد و رو هست، من رو میخونم برای هماوایی با گو. سام بهش گفتش که دید درخواست داره که برگرده، البته با او صحبت کرد راجع به مهمانان که چه باید بکنه برای جشن عروسی و بعد گفت من برم آماده شم اگه شما رخصت و اجازه بدی. بهش گفت باشه، برگرد به کابل، هر چی رم دیدی به مهراب گو، به مهراب دلاور بگو. و پس از اون یک جامه شایسته و درخور او آماده کردند و هر آنچه گرانبهاتر بود از گنجخانه سام یا گنجور سام
خواستند که براش بیارن. به کابل دگر سام را هرچ بود، ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود. میگه سام هرچی در کابل داشت از کاخ و باغهاش و اون چیزی رو که میشه کاشت و درود، دگر چارپایان دوشیدنی اینجا قابل دوشیدن هست، یه حیوان خونگی شیرده است، گستردنی هم فرش و قالی هست، پوشیدنی هم جامه و لباس. چارپایان شیرده و فرش و جامه و لباس و باغ و کشت و درود و هر چی که در کابل سام خودش داشت رو در بیت 1248 به سیندخت بخشید و دستش به دست گرفت و یکی سخت پیمان ببست. پذیرفت مر دخت او زال را به حلقه درافگند گوپال را. مهمه همه اینها رو بخشید به سیندخت، دستش رو هم در دست گرفت و باهاش یک پیمان سخت و استوار هم بست. گوپال به حلقه درافگندن یعنی گرز رو به حلقه زین انداختن. گرز اگر در دست جنگجو باشه که نماد عزم راسخش برای جنگیدنه، اما وقتی که شدت تنش میاد پایین از دست میذاردش در حلقه زین، کنایه از نبود عزم جنگ. باش قرار میبنده، باش یک پیمان سخت پیمان میبنده به این قرار که دختر او رو برای همسری زال پذیرفته و من بعد هم سام خیال نبرد و آهنگ جنگ و حمله به کابل رو نداره. سرافراز گردی و مردی 200 بدو داد و گفتش که اکنون مایست، به کابل بباش و به شادی بمان، از این پس مترس از بدگمان یا بدگمان. پهلوان بزرگی رو به همراه 200 مرد سپاهی به سیندخت سپرد و گفت که اکنون میتونی با سپورت اینها برگردی. این مهیست نوشته مثل نئیست هست دیگه، منتظر نمون، برگرد برو به کابل، در شادی و شادمانی روزگارتو بگذرون و از این پس هم از آسیب دشمن و از بداندیشان نهراس. سام و سیستان و پس از من احتمالاً منوچهرشاه با توجه به نامه‌ای که نوشتم یعنی ایرانیان من بعد پشت کابلیان خواهند بود. شکفته شدن روی پژمرده ما، به نیکختری برگرفتند راه. چهره پژمرده و افسرده این سیندخت زیباروی هم که اینگونه رجوع کرده بود به سام، از شادمانی مثل گل باز شد و با فرخندگی و نیکبختی به همراه این یک پهلوان گرد و 200 تن مرد جنگی رهسپار شدن به سمت کابل. حالا نوبت اینه که زال با اون نامه معروف برسه به منوچهرشاه در بیت 1253. پس آگاهی آمد سوی شهریار، که آمد زره زال سام سوار. پذیره شدندش همه سرکشان، که بودند در پادشاهی نشان. چو آمد به نزدیکی بارگاه، سبک نزد شاهش گشادند راه. چو نزدیک شاه اندر آمد زمین، ببوسید و بر شاه کرد آفرین. زمانی همی داشت بر خاک روی، بدو داد دل شاه آزرمجوی. به شاه خبر رسید که زال پسر سام دلاور از راه رسیده و خب همه پهلوانانی که در سروری و بزرگی هم پرآوازه بودن به پیشواز زال رفته بودن. سرکشان اینجا نیرومندان و پهلوانان و دلیران هست. زال که به نزدیکی کاخ شاه رسید، به شتاب و بیدرنگ براش به سوی شاه منوچهر راه باز کردن. زمانی هم که رسید به پیشگاه شاه، بر زمین بوسه زد و شاه منوچهر رو درود گفت و ستود. زمانی همی داشت بر خاک روی. زال هم باهوشه و خب فرزند خلف سام هست. زال مدتی روی بر خاک گذاشت تا شاه بزرگوار بهش رخصت رو برداشتن بده. بدو داد دل شاه آزرمجوی در بیت 1258 ادامه. بفرمود تا رویش از خاک خشک، ببردند شادان سوی گرد مشک. دستور داد که زال که اینگونه روبروی او به نشانه احترام سر بر خاک گذاشته بود و از روی خاک بلند کنن و به خوبی و شادی به سوی گرد مشک ببرن، یعنی گرد و غبار رو از روش پاک بکنن و خوشو بشکنان بهش گرد مشک هم بیافشانن. بیامد بر تخت شاه ارجمند، بپرسید از او شهریار بلند، که چون بودی ای پهلوان زاده مرد، بدین راه دشوار با باد و گرد. زال با شکوه و وقار میره به نزدیک تخت شاه منوچهر و پادشاه بزرگ هم شهریار شاه منوچهر هم جوی حال احوال اون میشه که چون بودی ای پهلوان زاده مرد، بدین راه دشوار با باد و گرد. چی شد تا اینجا بلند شدی اومدی
ای پهلوان زاده، این راه دشوار پرباد و غبار رو چجوری گذروندی تا به اینجا برسه؟ چی شده که بشودی اومد اینجا؟ به فر تو گفتا همه بهتریست، ابا تو همه رنج رامشگریست. زبون زال رو شما دقت بکنید. زال پاسخ میده در سایه فر و شکوه پادشاهی شما همه چیز در نهایت خوبیه، با وجود تو همه رنج ها هم شادی و راحتیه. من رنجی تحمل نکردم، باد و گرد فدای سرت، اومدن دارم شما رو میبینن که رامشگری شادی و طرب هست، آسایش و راحتی. نامه رو تقدیم کرد. از او بستد آن نامه پهلوان، بخندید و شد شاد و روشن روان. تشخیص سام درست بود که احتمالاً وقتی زال خودش بلند شه بره با این درخواست با نامه از سمت سام این نامه رو برسونه به منوچهرشاه احتمالاً خندش هم میگیره. نامه سام رو ازش گرفت، نامه رو خوند و خب خندید، شاد هم شد دیگه. در بیت 1363 ادامه میده. چو برخواند پاسخ چنین داد باز، که رنجی فزودی به دل بر دراز. ولیکن بدین نامه دلپذیر، که بنبشت با درد دل سام پیر. اگر چه دلم هست از این درد و ژم، بر آنم نیندیشم از بیش و کم. بسازم برارم همه کام تو، گر این است فرجام و انجام تو. نامه رو خوند منوچهرشاه، سرشو گرفت بالا که درد سنگینی به دل من اضافه کردی زال. من اندوهگینم از این تصمیمی که داری، اما با این نامه دلنشینی که سام پیر با دردمندی نوشته، عمری هم برای من زحمت کشیده، اگرچه دلم هست از این درد و ژم. دل از چیزی دو ژم بودن کنایه از ناراضی و ناخشنود بودن از چیزی. با اینکه من از درون ناخشنودم از این که از من درخواست داری بری با یکی از نوادگان ضحاک ازدواج کنی، بر آنم نیندیشم از بیش و کم. ببینید تصمیم دارم که به خوب و بد و به درستی و نادرستیش فکر نکن. بالاخره درخواست تو زال، تو هم فرزند سام هستی، سام هم بدجوری بر من عزیز. اگر فرجام کار تو اینه، یعنی پایان و خاتمه و نهایتا مجازا سرنوشت اینه، ببینید اگر این آرزو سرنوشت و سرانجام تو باشه، اگر تحقق این خواسته در تقدیر تو باشه، من منوچهرشاه با اینکه راضی هم نیستم میپذیرم و آرزو تو برآورده میکنم. بنابراین میتونید تخمین بزنید که قسمت 53 هم آبستن حوادث بسیار جذابی است. برای اینکه از دستش نرید، اگر کانال رو سابسکرایب نرید حتما سابسکرایب بفرمایید، حتما لایک بفرمایید اگه تا اینجای کانتنت همراه من بودید و اگر مفید میدونیدش، و اگر قصد کمک بیشتری داشتید فراموش نکنید که میتونید براش کامنت بذارید و بسیار در اینگیجمنت پست ها مؤثره و باعث میشه که بیشتر منتشر بشه و بقیه پیشنهاد بشه در یوتیوب. اگر قصد همیاری مالی هم با ما داشتید، اگر داخل ایران هستید لینک آیدی پی در اختیار شماست، و اگر بیرون از ایران هستید که بیشتر هم به ما کمک میکنه، لینک پیپل در اختیار شماست که همراهیتون رو به دست ما برسونید. سخن رو کوتاه میکنم، به زودی میبینمتون. به سلامت.